بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما مهتران و دوستان عرض ادب و سلام و خسته نباشی دارم. دوستان چطورید؟ با عبادتتون چطورید؟ با خداتون چطورید؟ امیدوارم که همیشه در سایه رحمات الهی، سرشار از ایمان و تقوا و پرهیزکاری اونطوری باشیم که خداوند منان از ما میخواد. بعد از اینکه طوفان نوح اومد و زندگی رو، جهان رو یک شستشویی داد و ظالمان و مجرمان و اونهایی که کفران نعمت الهی میکردن اونها رو تار و مار کرد و از بین برد، دنیا سالیان سال در توحید و یکتاپرستی زندگی بسیار شیرینی داشت، تا اینی که یک قومی رو خداوند از میان نوادگان حضرت نوح علیه السلام انتخاب کرده بود که به اونها عاد میگفتند. عادیان افراد بسیار قطور و غول‌پیکر و دراز و زیبا شکل بودند و از نظر نعمتهای الهی هم خداوند به اونها من و فضل و کرم خاصی کرده بود. وضعشان بسیار توپ، اما انسانهای بدجنس و انسانهای بسیار قلدر و چپاولگری شده بودند. اینها پیش نیاکان اینها اومده بودند و گفتند که ببینید اینهایی که خداوند اونها رو از طوفان نوح نجات داد، اون همراهان سیدنا نوح علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، اونها بسیار افراد خوبی بودند و افراد بسیار 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 قابل ارج و احترام و ما نباید اونها رو فراموش کنیم. حالا چیکار کنیم؟ بیاییم یک برسم یاد بود، یک تمثالی، یک شکلی، یک مجسمه از اونها درست کنیم. و چون این کردن، این مجسمه ها فقط برای یاد بود و اینی که ما اونا رو فراموش نکنیم. نسل‌ها گذشت و نسل‌های بعدی اومدند و گمان کردند که پدرانشون اینها رو درست کردند برای اینکه عبادت بشن و کم کم همون شیوه‌ای رو که شیطان قبلا تکرار کرده بود با ملت‌ها و امت‌های پیشین، با اینها تکرار کرد و اینها رو آوردن به بت پرستی. این افراد در منطقه احقاف زندگی می‌کردند. احقاف منطقه‌ای بود با کوههای شن در بین حضرموت و عمان در ساحل دریا و قرآن کریم حکایت به مبنای حکایت اینها بیاد بود. حکایت اینها 2 سوره را از قرآن کریم به این نام گذاشته، یکی سوره احقاف و یکی سوره هود. این 2 سوره بیانگر قصه این قوم هستند. اینها رو خداوند متعال از بین عادیان یکی از فرزندان این قوم رو به نام هود به پیامبری برگزید تا ملت رو به سوی توحید و یکتاپرستی راهنمود بشه. حضرت هود علیه السلام اومد و ملتش رو به سوی خدا دعوت کرد، اما چپاولگران، اون افرادی که زندگی مردم دستشون بود، ثروتمندان و اشرافیان، اومدند صد راه شدند که ای هود، تو از ما چه میخوای؟ میخوای سرور و سردار ما بشی؟ میخوای که پول و پله ما رو به چنگ ببری؟ اصلا تو کی هستی؟ خدا تو رو انتخاب کرد، ما رو ندید، تو رو از بین ما انتخاب کرد. هرچند که هود خودش از اشرافیان و طبقه بالای این جامعه بود، اما اونها حاضر نشدند که دعوت هود رو بپذیرند. وقتی که هود اونها رو از خدا میترسون و از اینی که روز قیامتی هست و بازخواست خواهند شد، چرا اینها امپراتورهای روزگار بودند و چپاول میکردند و هر کس رو میخواستند میکشتند و در ناز و نعمت زندگی میکردند. خیمه های بزرگ داشتند، ارم ذات العماد تصویری از اینهاست که خیمه های بسیار بزرگ که مثل اونها در طول تاریخ پیش از اون خداوند متعال خلق نکرده بود. اصحاب تمدن و مثلا عمران شده بودند، میرفتن تو کوه ها رو سوراخ میکردن، در داخل کوه ها برای خودشون
قصرها درست میکردن، روی تپه ها، روی کوههای بلند میرفتن اونجا قصرها درست میکردن. عیش و عیاشی و خوشگذرانی این سیمای زندگی اونها بود و حضرت هود سعی میکرد اونها رو نصیحت کنه، اما نصیحت های حضرت هود در بین اونها هیچ فایده ای نداشت. اونها می اومدن و حضرت هود علیه السلام رو مسخره میکردن. وقتی بهشون میگفت که قیامتی هست میگفتن که چه نیاز به قیامت است، این انسانی که میمیره و خاک میشه، بعد باد میاد این خاکا رو میبره، گم و گور میشن، بعد از اون چطور خدا میتونه این رو زنده کنه؟ و حضرت هود براشون شرح میداد که نه، زندگی اینه و قیامتی باید باشه تا خداوند متعال اونهایی که بهشون ظلم شده به اونها دادخواهی بشه براشون، و اونهایی که ظلم و ستم کردن بر دیگران اونها به حساب ننگین اعمالشون برسن، و اونهایی که با خدا بودن اجر و ثواب خودشون رو دریافت کنن. و وجود قیامت دلیل عدل و انصاف الهی است. بدین صورت اما اونها هیچ حاضر نبودند که دعوت نوح علیه السلام رو بشنوند. وقتی که هود علیه السلام اونها رو تهدید میکرد و میگفت که تعبیم میداد از عذاب الهی، میگفتن کی میخواد ما رو هلاک کنه، کی میخواد ما رو از بین ببره؟ میگفت خداوند شما ظالمان رو از بین خواهد برد. اون وقت میگفتن نه خداهای ما بیشترن و میتونن خدای تو رو شکست بدن. هرچه هود علیه السلام بیشتر زحمت میکشید، اونها بیشتر کفران میکردند و بیشتر سرکشی میکردند و لجاجت و یک دندگی میکردند، و تا جایی که خواستند حضرت هود علیه السلام رو بکشند تهدیدش میکردند. اما حضرت هود این مرد شجاع و دلیر بود که در جلویشون ایستاد و گفت فکیدونی جمیعا، همتون با هم جمع بشید و بر علیه من نقشه و نیرنگ بخونید و بخواید من رو بکشید. من به خدایم توکل کردم، یک لحظه شما منتظر نشید، من رو بکشید اگر میتونید. اونها رو به اصطلاح به مبارزه طلب میکرد و خداوند اونها متعال اونها رو آزمایش سختی کرد. خشک سالی شد، همه چیز خشک شد، وحشت زده شدند. اومدن پیش هود علیه السلام که چی شده؟ گفت که به اونها فرمود حضرت هود علیه السلام که خداوند بر شما خشم گرفته، برگردید به سوی خدا، ایمان بیارید، خداوند از شما راضی بشه و نعمتهایش رو بار دیگه بر شما ارزانی کنه. اما اونا باز لجاجت کردن و حضرت هود علیه السلام رو مسخره کردن و گفتن که این خدات کجاست، بذار که ما رو عذاب کنه. اخیراً وقتی که همه درها رو به سوی حضرت هود بستند و تعداد بسیار اندکی ازشون ایمان آورده بود و همه کفران ورزیده بودند، حضرت هود دست به دعا برداشت و اونها رو نفرین کرد و از خدا خواست که اونها رو عذاب بده. در همین اثنا بود که با ابرهایی پیدا شد، خوشحال شدن، داد کشیدن، هذا عارض ممطرنا، این ابرای اومدن که ما رو از این خوشسالی نجات بدن. اما حضرت هود علیه السلام بهشون گفت نه، این عذاب الهی است. و چنین بود. باد بسیار سردی در گرفت و همه زندگی اونها رو تار و مار کرد، همه رو هلاک کرد. 7 لیال و 8 ایام، 7 شب و 8 روز این باد وحشتناک و این طوفان اونها رو تکه پاره کرد و همشون رو از بین برد و تنها هود و تنی چند از مؤمنان که با ایشان بودند رو خداوند متعال نجات داد و این ظالمان و ستمگران را نیست و نابود کرد. حالا با ما همراه باشید تا ببینیم قرآن کریم چگونه این حکایت رو برای ما تعریف کرده است. قرآن کریم از زاویه‌های مختلفی از قصه حضرت هود و قوم عاد تصویر برداری کرده و در جاهای مختلفی از قرآن کریم به مناسبت اون سیاق و سباقی که در اونجا هست اون رو به شیوه های مختلفی برای ما نقل کرده. مثلا در سوره هود علیه السلام از آیه 50 تا آیه 60 حکایت هود علیه السلام هست که ما و الی عاد اخاهم هودا، ما برای قوم عاد
برادرشون هود رو به پیامبری برگزیدیم که اومد و بینها گفت قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من بیایید خدا را عبادت کنید که هیچ معبودی نیست مگر خدا یکتا و بر خداوند دروغ نگید و تهمت و بهتان نزنید. ای قوم من شما را هدایت میکنم و شما را راهنمایی میکنم و از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخوام. اونی که شما میخواید از جون ما چی میخوای، چی پول و پله ما رو میخوای به دست بگیری و اینا، من از شما هیچی نمیخوام. و ای قوم من استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید برگردید به سوی خدا توبه کنید و این خشکسالی تموم میشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانهای و خوبی برای شما خواهد فرستاد و زمینتون سرسبز میشه. اما اونا نه، اونا بدجنستر از این حرفا بودند و متکبرانه جواب میدادند. قالوا یهود ما جئتنا بما، ای یهود این معجزه ای واسه ما نآوردی، هیچ دلیل و برهانی نداری، ما چطور خدایانمان را ترک کنیم و خدای تو رو بگیریم؟ ان نقول الا اعتراک بعض اهل، فکر کنم ما فکر میکنیم که بعضی از خدایان ما تو رو زدن و تو مریض روانی شدی که این حرفا رو میگیری، دیوونه شدی چیزه. و اینجا بود که رو تهدید کردند و هود رو تهدید کردند و هود علیه السلام هم به اونا گفت که فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، همتون با هم جمع بشید و اگر میتونید منو بکشید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من بر خدای خودم و خدای شما که آفریدگار جهان و جهانیان باشه توکل کردم. و قصه به این صورت ادامه پیدا میکنه و خداوند متعال قصه اونها رو میگه و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله، اینا عادیان بودند که آیات و نشانه های پروردگار رو انکار کردند و نافرمانی پیامبران کردند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامه، در این دنیا اینا مورد نفرین و لعنت الهی قرار گرفتند و در روز قیامت هم مورد حساب و عقاب پروردگار قرار میگیرند. در سوره اعراف آیه 65 تا آیه 72 باز قصه هود علیه السلام هست با این قوم متکبر و ظالم و ستم پیشه. و الی عاد اخاهم هودا، برای عادیان ما برادرشون از بین خودشون هود رو فرستادیم که دلش واسه اونا میسوخت. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم غیر از خدا هیچ پروردگار و یکتایی نیست، اون رو عبادت کنید. و اونها رو نصیحت میکرد با اونها بحث و مجادله میکرد. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه، قومش اومدن گفتن که ای نوح ما فکر میکنیم، ما میبینیم که تو احمق شدی، اصلا نمیفهمی چی داری میگی. اما نوح علیه السلام نیومد به مثل اونها با بی‌تربیتی اونها به اونها جواب بده که نه احمق خودتونید، بلکه نه. هود علیه السلام اومد و بهشون گفت قال یا قوم لیس بی سفاهه، ای قوم من هیچ مشکلی ندارم، من دیوونه نیستم، احمق نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستاده ای هستم از جانب خداوند یکتا. ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین، اومدم که پیام الهی رو به شما برسونم و من نصیحتتون میکنم، شما رو دوست دارم و خوبی شما را میخوام. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، شما تعجب میگفتن که چی اگر خدا کسی رو میخواست فرشته ای میفرستاد؟ بابا مگه تعجب میکنید که خداوند یک انسانی رو از بین خود شما انتخاب کنه برای پیامبری؟ همه پیامبران از بین بشر انتخاب شدن، من هم پیامبر الهی هستم. و اونها از به اصطلاح تا هر چی سعی میکرد اونها حاضر نبودن حرف هود علیه السلام رو بگیرن هیچ، بلکه متکبرانه از خداشون درخواست عذاب میکردن. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر، اومدی که به ما بگی ما خدا یکتا رو بپرستیم، همه این خدایان رو ویل کنیم بریم، حالا تو میگی که همه پیرای ما نفهم بودن هیچی نمیفهمن، تو یکی میفهمی؟ و هود علیه السلام بهشون میگفت که بابا پدرهای ما نیاکان ما اشتباه کردن، اما ما باید راه رو از چاه نجات بدیم. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، وقتی که گفتن که فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی خب این عذاب الهی که ما رو میترسونی بیم میدی بیارش دیگه، ما هیچ اعتراضی نداریم، بیاد عذاب الهی بیاد.
و اینجا بود که خشم و غضب الهی بر اونها فرود آمد و فانجیناه والذین معه، تنها ما هود علیه السلام و افرادی که با اون بودند از مؤمنان رو نجات دادیم به رحمت منا، به رحمت و فضل و کرمی که ما بر اونا داشتیم. و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اونایی که به آیات ما تکذیب کردن، قرآن ما رو، کتابی که ما بر هود علیه السلام فرستادیم، اون وحی که بر هود علیه السلام فرستادیم رو تکذیب کردن، اونها رو ریشه‌کن کردیم و از بین بردیم. باز همین معنا از یک زاویه دیگه در سوره احقاف از آیه 21 تا 25 رو میخونیم که خداوند متعال به پیامبرش تذکر میده که ای محمد من، یادت باشه اون هود رو که چطور تنها بود و ما به دادش رسیدیم، و ای قریشیان و ای کافران تا به روز قیامت یادتون نره عادیان از شما قویتر و نیرومندتر و امپراتورتر و بسیار قلدرتر بودن، اما چی شد؟ همشون رو از بین بردیم. و اذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، یاد آور شو بسیار برادر عادیان هود رو که در احقاف ما اون رو به عنوان پیامبر فرستادیم و این سوره هم به همین جایی که حضرت هود علیه السلام درش زندگی میکرد نامگذاری شد. و وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه، پیامبرانی پیش از اون اومدند و بعد از اون هم خواهند آمد. همه پیامبران حرفشون یکیه که الا تعبدوا الا الله، به غیر از خداوند یکتاب هیچ کس رو عبادت نکنید و از خدا بترسید. اما مستکبران همیشه جوابشون گردنشون رو بالا می گرفتن و قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اومدی که ما رو از خدایانمون جدا کنی، اگر راست میگی اون عذابی که ما میدی اونو بیار. و اینطور بود که قال انما العلم عند الله، علم هر چیز عذاب کی میاد چه وقت میاد پیامبران علم غیب ندارن و اون وقتی که بیاد میاد. و بعد از اون هم همون بارون اومد، همون طوفان اومد. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، وقتی ابرها رو دیدن خوشحال شدن، گفتن این ابریه که اومده که ما رو نجات بده. اما این ابر چی بود؟ عذاب الهی بود، اون باد سرد بود. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، این باد اومد و همه چیزهای اونها رو زیر و زبر کرد و اونها رو از بین برد. همین معنا از یک زاویه دیگه در سوره شعراء اومده، آیه 123 تا 140 و خداوند متعال از زاویه قوم عاد به اصطلاح تصویر برداری کرده. کذبت عاد المرسلین، عادیان فرستادگان رو، پیامبران رو به اصطلاح تکذیب کردند. برادرشون هود رو فرستادیم و گفت که من رسول امینی از جانب خدا هستم، از خدا بترسید و از من پیروی کنید. اونها نعمتهای بسیاری ما به اونها دادی بودیم. هود علیه السلام بهشون میگفت این همه عیش و عشرت کردگی بسه، بیایید به سوی خدا. اونا میگرفتند به اصطلاح در هر جایی ساختمان ها درست میکردند و فلان. همه این نعمت ها رو به اونها یادآوری کرد، اما اونها قلبهایشون رو قفل زده بودن. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، هیچ فرقی نمیکنه هودا، میخوای ما رو وعظ و نصیحت بکنی یا نکنی، ما ایمان بیاور نیستیم. این هذا الا خلق الاولین، این کاری که ما میکنیم پدران ما همینطور میکردن، این همیشه. و ما نحن بمعذبین، اونها هم عذاب نشدن ما هم عذاب نمیشیم. و بدین صورت هود رو از خودشون میراندن. همین معنا به تصویری دیگه در سوره فصلت آیه 15 و 16 اومده که خداوند متعال میفرمایند که چطور عادیان کفر و غرور کردند. فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، و گفتند که کسی استکبار کردند، قلدری کردند در زمین و گفتند کسی از ما قدرتمندتر نیست. و این بود که ما فارسلنا علیهم ریحا صرصرا، ما بر اونها باد سرد و طوفانی عذابی رو فرستادیم و این بود عذاب اونها در دنیا و در آخرت. ولعذاب الاخرت اخزی، و در آخرت عذاب بسیار دردناکتر و بدتری برای عادیان هست که پیامبر خدا هود علیه السلام رو تکذیب کردند. خداوند متعال این قصه های پیامبران و قصه هایی که در قرآن کریم آورده رو
برای ما آورده تا ما از اینها پندها و درسها یاد بگیریم. از قصه های پیامبران درس بگیریم که یک مؤمن چگونه باید رفتار کنه، چگونه دعوت بده، چگونه جامعه رو اصلاح کنه و همچنین گوشزد کنیم اون کافران و مجرمان و ظالمان رو که ببینید پیش از شما بدتر از شماها بودن و چطور خداوند اونها رو نیست و نابود کرد. از شما قویتر بودن، کلتورتر بودن، اما نهایتشون به کجا رسید؟ از این قصه هود علیه السلام و سایر قصه ها ما یک درس بسیار عظیم و بزرگ رو میبینیم که با وحدانیت تأکید و اصرار بر دعوت به سوی وحدانیت الهی و یکتاپرستی. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون، در سوره اعراف آیه 65 که هود علیه السلام به قومش میگفت ای قوم جز خدا را پرستش مکنید، غیر از خدا خدایی نیست و از خدا بترسید و به سوی خدا بیایید. و پیامبران و دعوتگران از پیامبران این درس رو میگیرن که نباید به اون چیزی که در دست مردم هست چشم داشته باشند. حضرت هود علیه السلام بهشون میگفت یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، ای قوم من از شما هیچ اجر و پاداش و چشمداشی ندارم. این اجریه الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اجر و پاداشمو من از خدا میخوام. یک دعوتگر، یک مؤمن باید همه کارش طرف حسابش خداش باشه. هر کاری میکنه از جامعه، از مردم هیچ چشم داشت، حتی تشکری هم نباید بخواد. اون چیزی که هست رابطه شماست با خداتون و از مردم هیچ چیزی رو نخواهید، حتی یک تشکر خشک هم از مردم نباید انتظار داشته باشید. و دعوتگر هم مثل پیامبران، یک مؤمن مثل پیامبران باید جامعه رو بیم بده از عذاب الهی و تشویق کنه به رسیدن به نعمتهای الهی، به سعادت دنیا و آخرت و از شرک ورزیدن به خدا و از اینی که با خدا کسی رو، قبری رو، پیری رو، امامی رو یا بزرگی رو، ولی رو با خدا شریک کنه بسیار بسیار باید برحذر باشه و اظهار بیزاری کنه از مشرکان و در این راه هیچ ترسی هم نداشته باشه، چرا که خداوند با اونه و این رو با صدای بلند هم اعلام کنه تا گوش فلک رو کر کنه. قال انی اشهد الله و اشهدوا انی بریء مما تشرکون. هود در بین اونها جار میزد که اهای من گواهی میدم که هیچ خدایی نیست مگر خدا یکتا و شما هم مطمئن باشید و گواهی بدید و بدونید که من بیزارم از اون چیزی که شما با خداتون شرک میورزید. و وقتی اون رو تهدید میکردم که چنین و چنان میکنیم، میگفت که هیچ ابایی ندارم، هیچ پروایی ندارم، هر چه دلتون میخواد همتون جمع بشید و بر علیه من توطئه بکنید، اما بدونید که من توکلم بر خدا یکتاست و خداوند من رو ضایع نمیکنه. و از دعوت هود علیه السلام و این درس رو میگیریم که باید با ملت ها بردبار باشیم، صبور باشیم، با اخلاق نیک با اطرافیان، با جامعه برخورد کنیم تا اونها رو اصلاح کنیم. هود علیه السلام نیومد به مردم بگه ای کافران، ای مشرکان، ای ظالمان، بلکه می اومد با اونها به نرمی حرف میزد. وقتی اونها رو بهش گفتن که تو دیوونه ای، تو سفیهی، تو ابلهی، نگفت که خودتونید، بلکه اومد و بهشون گفت یا قوم لیس بی سفاهه، ای قوم من، ای عزیزان من دیوونه نیستم، هیچ مشکلی ندارم. و میگفتن تو دروغگویی. هیچ بهشون به حضرت هود علیه السلام بر نمیخورد و میگفت که من رسول و فرستاده خداوند منان هستم، اومدم تا به اصطلاح پیام الهی رو به شما برسونم و شما رو نصیحت کنم. حضرت هود علیه السلام به ما درس‌ها داد و ما از مکتب هود یاد گرفتیم که چطور برخورد کنیم با مجرمان و نحوه بحث و مجادله و برخورد با اونها رو قرآن به ما یاد میده و جادلهم بالتی هی احسن، و با دیگران به نرمی رفتار کن و با شیوه درست. و هود رو دیدیم که به قومش میگه ای قوم من، یا قومی، ای عزیزان من، ای خانواده من، ای خویشای من، دل من واسه شما میسوزه. و یک مؤمن باید از صفات کافران، کبر، غرور، خودپسندی، خودخواهی، از همه اینها بدور باشه، چرا که اینها همونطور که سوره فصلت آیه 15 میگه و اما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، عادیان از باب
به اصطلاح کفر اومدند، استکبار کردند و غرور کردند. این صفات باید یاد بگیریم از قوم عاد که ما نباید چون اونها باشیم. سشتی رو، بدی رو از بدیها یاد بگیریم که نباید چون اونها بد باشیم و از خوبان یاد بگیریم که باید چون خوبان خوب باشیم.